و اگر زبان عربی دانید به زبان عربی دعا کنید از خلاف بیرونتر است، برای اینکه نماز از الله اکبر شروع تا السلام علیکم و رحمت الله زبان عربی هست. این الله اختیار کرده است برادرها. اینجا ناتسیستی کار نمیدهد، ملتگرایی. این ما خواه ملت ما غیر تاجیک باشیم خواه تاجیک باشیم، الله تعالی همین زبان اختیار کرده است. به قرآن پیغمبر را از همین مردم اختیار کرده است، از زبانش عرب پیشتر از زبانش عبری ها انتخاب میکرد، از مردم یهود تا زمان حضرت عیسی علیه السلام همش فرزندای یهود است. الله از اونها اختیار میکرد، این دفعه از عرب ها انتخاب کرده است. و ربک، این پروردگار تو است، هر چیزی که خواهد اختیار میکند. ما باید به اختیار الله تعالی راضی شیم. بعد دیدن زبان عرب، آخه شما یک تصور کنید شما الله تعالی را بعد دیده ایستادید، پیامبر صلی الله علیه و سلم را بعد دیدید. الله همین زبان اختیار کرده است که قرآن به همین زبان نازل شده است، نماز ما به همین زبان است. بعضی آدم ها بسیار خودشون تاجیکی بعد گرفته عرب حقارت میکنن. یعنی اگر تحقیر دین، تحقیر پیامبر صلی الله علیه و سلم کفر است، خیلی اونا پیامبر هم حقارت میکنن. بعضی تاجیکا مکتوب میکنن پیامبر صلی الله علیه و سلم حقارت میکنن، الله تعالی حقارت میکنن، دین الله تعالی حقارت میکنن. خیلی معلوم است که اونا کافر هستند. ولی خیلی نه که ملت اول تاجیک نیستیم، ما اول مسلمان هستیم بعد تاجیک یا بعد ازبک یا بعد روس. ملت ها در اسلام چی ندارد. ما باید با همه مردم همچون مسلمان معامله کنیم. ملتگرایی نیست. نه افغانیم و نه ترک و تاتاریم، مسلمانیم و از یک شاخساریم. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرونده یک نوبهاریم. ما همه ما فرزند آدم علیه السلام هستیم. اکرام و احترام ما در نزد الله تعالی نه از روی ملت بلکه از روی تقوا، از روی عمل. کسی عملی صالح دارد اگر چه زنگی است در پیش الله تعالی قدر و قیمت دارد. کسی عملی صالح ندارد اگر چه سفید پوست است، زبانش کسی نباشد، او قدر و قیمتش پایان است. بنابراین برادرای عزیز، بله نماز هم به زبان عربی هست. الله اکبر، سمع الله لمن حمیده، سبح قدوس رب الملائکه و الروح، سبحان ربی العظیم. این اختیار الله تعالی است. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز گذارید چطوری که مرا دیدید که نماز گذاشتم. و بهترش به زبان عربی باشد. اگر در نمازهای نافله به زبان تاجیکی یا به زبان مادریش اگه انسان دعا کندم، بعضی علما اجازت دادند. ولی حنفی مذهب غالبا بعضی هاشون به زبان فارسی، یعنی که در داخل نماز غیر کلمه های نماز دیگه کلمه های تلفظ نکن میگن. لیکن بعضی دیگر علما اجازت میتیم. بله، یعنی که فقط ذکر قلب حساب نه، یعنی که زبانتون پوشیدگی، لبتون پوشیدگی. بعضی انسان ها تسبیح در دستشون، لباشون محکم، خیلی دست کار کرده است. این ذکر نیست، این ذکر قلب است. این بهتر است از بیهوده نشستن. لیکن باید با زبان گوید لا یزال لسانک رطبا بذکر الله عز وجل. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک آدم دیگر رسول نصیحت کنید. این دین مقدس اسلام خیلی وسیع شد، احکامای بسیار در بر میگیرد. نصیحت کنید که جامع باشد. یگان کار برای من فرمایید که من همون کار کرده گردم تا آخر عمرم. گفتن که لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، همیشه زبانت با ذکر الله تعالی تر باشد. تر وقتی که زبان سبحان الله الحمدلله میگه آبی دهان شده میشد، یعنی زبان تر است، یعنی مشغول است.